ورزش از جمله فوتبال یکی از راه‌های بهترین بهداشت سلامتی، ترغیب طرز حیات سالم و مستحکم نمودن دوستی و رفاقت بین انسان‌ها بوده، همچون واسطه مهم متحدسازی خلق و ملت‌ها نقش مؤثر دارد. در برابر دیگر منطقه‌های کشور به رشد و عمومیت فوتبال در ناحیه سپیتمن نیز توجه مخصوص ظاهر کرده می‌شود. با مقصد جلب کودکان و نورسان به فوتبال و آماده نمودن فوتبالبازان کسبی برای دسته‌های فوتبال کشور، در نزد کلوب فوتبال سپیتمن اکادمی فوتبال این تیم تشکیل کرده شد. عین زمان در اکادمی فوتبال سپیتمن نزدیک 100 نفر کودکان و نورسان با مشق و تمرین فرا گرفته شدند. با دوستداران فوتبال، مربیان پرتجربه رحمانعلی عبدالله و سابق بازیگر تیم 17 ساله‌های کشور جهورشاه عبدالله‌زاده مشق و تمرین می‌دهند. رحمت کلام با فدراسیون فوتبال تاجیکستان ما مربیان تصمیم گرفتیم که نسل نورس را با فوتبال جلب کنیم، از بین کودکان راسان فوتبال بازان کسبی تیار کنیم. مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه سپیتمن و صاحبکارای ورزش دوست ما را همه جانبات دستگیری میکند. مقصد ما تیار کردن فوتبال بازان نورسان جوانان با تیم منتخب جوانان و نورسان میباشد. مشق و تمرین فوتبالبازان در ورزشگاه مرکزی ناحیه سپیتمن همه روزه جریان گرفته برای آنها تمام شرایط‌ها مهیا گردیده است. مورد به ذکر است که در دوران صاحب استقلالی رشد ورزش به یک سمت مهم سیاست اجتماعی دولت تبدیل یافته است. تحت سیاست خردمندانه اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به ساحه تربیت جسمانی و ورزش مخصوصاً فوتبال توجه خاصه ظاهر گردید، زیرا فوتبال امروز همچون یکی از معمولترین و دوست داشته ترین نمودهای ورزش برای رشد جسمانی و معنوی نورسان و جوانان اهمیت بزرگ دارد. کودکان و نورسان فوتبال دوست از گشوده شوی این اکادمی فوتبال شاد و بالیده روحند، زیرا آنها می توانند مشق و تمرین را در سطح ضروری به راه مانده ملکه مهارت خود را صیقل دهند. یادآور می شویم که در اکادمی فوتبال سپیتمن کودکان رایگان به مشق و تمرین فرا گرفته شدند. من خوشحال هستم که این اکادمی گشوده شد. من در این اکادمی طول 2 ماه هست که فعالیت میکنم و میخوام در آینده آبروی وطن خودم را تاجیکستان را بالا بردارم. من فوتبال دوست می‌دارم و آینده خیلی کوشش میکنم که فوتبالباز خوب شم و در دسته منتخب تاجیکستان بازی کنم. با مقصد بلند برداشتن ملکه مهارت مشق ورزان بین آنها مسابقه برگزار کرده شد که در آن همه دستپروران اکادمی فوتبال سپیتمن اشتراک و مهارت سنجی کردند. مسابقه در سطح خوب تشکیلی جریان گرفته، فوتبالبازان خردسال کوشش کردند صاحب مقام‌های فخری گردند. در مراسم پوشیده شوی این چهاربینی ورزشی به غالبان و جایزه‌داران و بازیگران بهترین مدال و افتخارنامه، جام و تحفه‌های خاطروی از جمله سر و لباس ورزشی تقدیم کرده شد.